صبح امروز از 18 شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت نمایندگان تشکیلات ابتدایی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان به محله رحیم جان مولابایف جماعتی یاوه تشریف آورده از آن دیدن نمودند. آنها اشتراکچیان سمینار آموزشی تشکیلات مذکور می باشند. آنها از حجت‌گذاری ها و فعالیت جماعت شناس گردیدند. برای آنکه جماعت دهاتی یاوه ناحیه باباجان غفاروف در آزمون ولایتی تشکیلات ابتدایی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان غالب گردیدند. مهمانان در اول از محله رحیم جان مولابایف دیدن نمودند. در محله مذکور زیاده از 160 نفر اهالی استقامت میکنند. جماعت دهاتی یاوه در ولایت یکی از دهه‌های کلانترین به حساب می رود و دهه‌ای که از جهتی هم آموزش هم مدنیت آبادکاری و سازندگی در ولایت نمونه می باشد. بنابر همین هم ولایت هم جمهوری همین خیلی نقشه گذاشتند که همین سمینار آموزشی در جماعت دهاتی یاوه گذرانده شود و مهمانان که از دور و نزدیک می آیند از کار و فعالیت این جماعت آگاه باشند. همچنین نمایندگان تشکیلات ابتدایی حرکت وحدت ملی در جمهوری تاجیکستان از حجت‌گذاری و کار و فعالیت بیمارخانه ناحیوی رقم 2 جماعت دهاتی یاوه دیدن نمودند. مهمانان از حجره وحدت سرای بیمارخانه دیدن نموده با شرط و شرایط حجره از نزدیک شناس شدند. جوانان وحدت سرا تشکیل کرده شده است و همه حجت‌گذاری ها در اینجا جوان با مانده شدگی من بندی را ساختشتگی بغیر از اون که در اینجا من با دیده ایستاده. جشن وحدت ملی رمزی به همایی، سرجمی، اتحاد و یگانگی و وحدت ملی بوده پیروزی فرهنگ صلح به حساب می رود. مهمانان و نمایندگان تشکیلات ابتدایی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان همچنین هنگام سفری کاری از خانه آثارخانه شخصی اناره دیدن نمودند. مهمانان از اشیاءهای قدیمه آثارخانه و تجهیزات‌های تاریخی دیدن کردند. وظیفه انمین حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان آن است که جوانان امروزه را در راهی وطن دوستی، مهنت دوستی، میهن پرستی شناس نماییم و جوانان امروزه اوید همین حرکت وحدت ملی دستورها دهیم، آموزانیم و آنها را در راهی وطن دوستی و میهن پرستی دوست داشتن وطن خود صادقانه خدمت نمودن آنها را توصیه دهیم. وحدت ملی دستاوردی نهایت پر ارزش شرط اساسی نیکو احوالی خلق تاجیک و تکرسی با اعتماد پیشرفت و آبادی وطن می باشد. غالبیت جماعت دهاتی یاوه ناحیه باباجان غفاروف در آزمونی تشکیلات ابتدایی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان امکان می دهد که کمیته محله باز هم در کارهای آبادانی محلی زیستی خود کوشش نماید و هر یک ساکن محل باید در آبادی وطنی خود سهم گذار باشد. گزارش گنجینه عالم و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.